سلام، حال احوالتون چطوره؟ بله خبرشو دارم. قلتک منطقه‌ای افتاده رو جسم ناقص عظما و پاک پلنگ صورتیش کرده. یعنی خامنه حساب هر چیزی رو کرده بود الا این یکی رو. هر کی ندونه شخص ولی فقیه میدونه که پشت این خبر چه خبرهای دیگه خوابیده. عربستان روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد. وزیر خارجه جوان سعودی در سخنانی وقیحانه گفت ما با کشوری که در اقدامات تروریستی مشارکت دارد و از تروریسم حمایت می‌کند رابطه برقرار نمی‌کنیم. بله این تازه اولیش بود. چند ساعت نگذشت که دومینوی تخته شدن دکون آخوندا تو کشورهای عربی شروع شد و قضیه تا ترکیدن زهره عظما پیش رفت. رژیم آل خلیفه در بحرین هم در ادامه سیاست دنبال روی از رژیم آل سعود اعلام کرد روابطش را با تهران قطع کرده و از اعضای هیئت دیپلماتیک ایران خواسته ظرف 48 ساعت منامه را ترک کنند. رئیس جمهور سودان نیز در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد اعلام کرد روابط خارتوم با تهران را قطع و سفیر ایران را اخراج کرده است. وزارت امور خارجه امارات هم اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با ایران را به سطح کاردار کاهش می‌دهد. وقتی دیدن هوا پسه و قضیه داره جدی میشه به ناگهان کار غلط کردم و شکر خوردم تو نظام فراگیر شد و کار به اونجا رسید که حتی سران سقوبه هم شروع کردن به آه و ناله و منت کشی. آملی لاریجانی تعرض به سفارت عربستان را حرکت‌های غلط و غیر منطقی و نامعقول خواند و تصریح کرد تعرض به سفارتخانه هیچ اثری ندارد. رئیس جمهور به وزیران اطلاعات و کشور دستور داد تا با عاملان حمله به سفارت عربستان برخورد شود. سفر نعیمی رز: مجلس حمله به سفارت سعودی را پیگیری می کند. خب حالا بیاید با یه فلش بک بریم به 48 ساعت قبل و ببینیم آخوندا تو فاز هارت و پورت چه حرفایی می زدن. عربستان تاوان سختی را پرداخت می کند. دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. اگه مشتت قوی باشه و دیوارم زپرتی باشه میتونی با یه مشت بزنی دیوار خراب کنی، اما اگه مشتت ضعیف باشه و دیوار سفت، اون وقت مشتی که میزنی بر میگرده تو دست تو، میزنه دست و بالتو میشکنه. حالا این حکایت سیدعلی زهر خورده و مشت کوبیدنش به دیوار سفت منطقه‌ایه. خب همین میشه دیگه، ضربه برگشته تو دستش و زده در و داغونش کرده. حالا نه فقط عربستان بلکه تسونامی منطقه‌ای به راه افتاده و داره عمق استراتژیک عظما رو با خاک یکسان میکنه. بخور سیدعلی، بخور که بقیهش تو راهه.